سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال صفا گیم و کانال خودتون. امروز اومدم با آموزش کال آف دیوتی موبایل و از اونجایی که کال آف موبایل دست و دل باز شده و داره گال لجند و گال متیک رو رایگان میده و الان ایونت های خفنی که داخل ایونت 5 سیزن 5 هستش و اینا رو بیخیال اومدیم با آموزش همین ایونت AK 117 رایگان که از سیزن 5 تغییر کرده و میخوایم تغییراتش نشون بدیم و آموزش رو بهتون بدون که چجوری گانهای دیگه رو بگیریم. برو بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، اینجا ما میریم داخل بخش الان ایونتمون. میبینید الان من اینو گرفتم، نایف لجند رو گرفتم، CR Max هم گرفتم، AK 117. فقط الان باید ببینم چند تا مونده، نمیدونم. کلا الان نزدیک 320 الی 30 تا نیاز دارم تا کاملش کنم. حالا خیلی هم میخواین بگید که چجوری الان اینا رو داخل سیزن 5 تغییر کرده، چون چجوری بگیریمشون. اول از همه میای داخل بخش اگر گرفتین این دوتا گان لجندو یا AK 117 متیکو، اونا رو میای داخل بخش ایونتتون. میبینید میتونید تبدیلشون کنید به همچین چیزایی. الان من تبدیل کردم، کاش که داخل ویدیو تبدیل میکردم. این مال CR Max و کلا جوایزی که به شما میده این میشه همین جوریان، یا این علامت مربعی که میبینی وسطش مال گان لجند CR Max. مال CR Max این شکله. الان ما هم مال نایف لجند هم بهتون نشون میدم. اینم خب مال AK 47 لجندریه، جدید اومده به بازی، از سیزن 5 اومده. اینو هنوز تکمیل نکردم، فقط 38 الی 36 تا فکر کنم ازش دارم، پازل دارم. اینم از مال AK 117 متیک. میایم داخل بخش ایونتمون. ببینید بچه‌ها، می داخل گیت شارتز اینجا اینجا خب با CP میتونید خرید کنید اینتونو. و اینکه اینجا میبینید، ولی من بتونم اینو نگاه کنید، اینجا میتونید جدیدا رو که از همون کریت هایی که میگیرید کریت ها رو میزنید، الان فقط پازل AK 47 رو میده، با بعضی وقتا هم AK 117 متیک پازل این دوتا رو میده، ولی برای CR Max و نایف لجند همچین چیزایی رو میده. الان این میبینید علامت مثلث که وسط مثلث برعکس نصف لوزی که روی سکمون هستش اینجا ببینید. میتونید، الان من ندارم به خاطر همین نمیتونم، یعنی گرفتم نایف لجند رو نمیتونم تبدیل کنم، اصلا هیچی هم ازش ندارم، ولی مال CR Max و 24 تا ازش هم. اینا رو میتونید شما هر وقت این گانا، الان نمیدونم فکر کنم برای من CR Max زدم و الان هیچی ندارم که براش بزنم. نگاه کنید، اینا که گرفتید از کریتاتون میاید اینجا و تبدیل میکنید به پازلای AK 47. شاید یکم دارم گیج کننده حرف میزنم. خب بعضی وقتا برای AK 117 این سکه ها رو میده که شما خودتون باید تبدیل کنید به پازل. ولی من میگم الان من اینا رو گرفتم، نایف لجند و اینا رو گرفتم، اشتباه کردم. من میگم بهتون اگر مثلا AK 117 رو به 500 تا رسیدید کلیمش نکنید، بذارید نگم مثلا 40 تا 540، خودش 500 تا پازل میخواد دیگه، 540 الی 550 تا بشه که آخرای این که میخواد بره اون موقع کلیمش کنید که شما 40-50 تا پازل ازش داشته باشید که میمونه برای اون گانای دیگه تو، یعنی گانی که به جاش میاد. الان من چیه اخبارم بهتون میگم داخل ویدیوهای دیگه. اینجا میبینید 36 تا من از 36 تا پازل AK 117 AK 47 دارم، همینجور که گفتم. و فکر کنم هم اگر بهتون توضیح دادم، اگر بگیرید چون میتونید اگر اصلا AK 47 بگیرید میتونید بازم تبدیلشون کنید به سکه ها که برای گان دیگه که الان معلوم نیست بیاد یا نیاد استفاده میشه. خب
خیلی ممنون تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. امیدوارم به دردتون بخوره. قبل از هر چیزی من اول ویدیو یادم رفت لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله هم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم بهتون خبر بده یوتیوب. اگر هم میتونید یه کامنت انگلیسی بذار، چون وقتی سابسکرایب میکنی ممکنه سابسکرایبت بپره. تا ویدیو دیگه فعلا خدا. Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Rowe.